الان دیگه چند سالی که خونه خاله و عمه کار مردم رو راه نمیندازه. برای همین همه میرن یا دبی یا آنتالیا یا پاتایا. یعنی اینجوریه که توی پیاده‌روهای پاتایا شما یه داد بزنی کامبیز 74 نفر برمیگردن میگن جانم. بعد از این 74 نفر 73 نفر شلوارک گلدار پوشیدن با کفش ورنی مردونه. بعضیاشون هم شلوارک گلدار گیرشون نیومده، فقط کفش ورنی مردونه پاشونه. بعد دیده شده که در دبی وسط کنسرت کی؟ راجر واترز، 93% مردم با هم یک صدا آهنگ درخواستی فریاد زدن: امشو شوش لیپاک لیلیلونه. تو آنتالیا هم همه یا زیر آبن یا دارن زیرابی میرن. اینه که بعد 14 فروردین شما میتونید تمام این مستندات و حماسه نوروزی رو در اینستاگرام و فیسبوک مبسوط با شرح حال ببینید. الان در سفرهای نوروزی وسایل مورد نیاز عبارتند از مسواک مرغوب، زیر شلواری راحت و یک وصیت‌نامه کامل. یعنی شما از عوارضی که رد میشی داری میری که یا کشته بشی یا بکشی. بعد خیلی‌ها تو تخت خوابشون حال نمی‌کنن، پشت فرمون میخوابن. یه دم آدمای متفاوتی هستن، از لاین روبرو میان تو شکمت. یه دم جاه طلبن، یعنی با 180 تا سرعت از روت رد میشن. جاده هم که همه پیچ و پیچ، اتومبیل هم که خدا رو شکر همه پراید. یعنی عید به عید چند هزار نفریم جمع میشیم دور هم میمیریم. روحمون شاد، یادمون گرامی.